اینطوری میخوام. این کارا واسه چیه؟ چیکار میخوای بکنیم؟ به نظر من تو مریضی، دیوونه ای. من پدرش هستم و میدونی چه حالی دارم. نمیخوام 9 ماه وقتمو تلف کنم. پس بقیه چیکار بقیه تا موقع مرگشون 1/4 زحمتی که من تا 10 سالگی کشیدم نکشیدم. چه دلیلی؟ گوش کن چی میگم. این حرفا برای تازگی داره، برای همینه که تو رو میترسونن. علتش اینه که مادر و مادر بزرگتم 9 ماه صبر کردن. تو هم میخوای مثل اونا عذاب بکشی. گفتی از قطاره‌ای که رد می‌شدن نفرت داشتی. برای منم 9 ماه صبر کردن همینطوره، میفهمی؟ این فقط یه رسمه، یه عادته. ولی من نمیتونم 9 ماه صبر بکنم. کارهای زیادی دارم انجام بدم، باید زندگی کنم. کجا میری؟ گفتم کجا میری؟ میرم جایی که هیچ وقت نتونی پیدا بکنی. بچه طبق روش من به دنیا میاد، فهمیدی؟ و تا اون موقع بهتره فراموشم کنی.